هم میهنان دلیرم، درود بر شما که در شب چهارشنبه سوری در برابر تهدید و سرکوب استوار و یک صدا ایستادید و آتش کهن ایران را فروزان نگاه داشتید. شما نشان دادید که اراده ملی ما شکست ناپذیر است و شعله آزادیخواهی و میهن پرستی در سرزمین اهورایی ما هرگز خاموش نخواهد شد. اکنون در آخرین پنجشنبه سال از شما می‌خواهم که بر مزار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید و همه قهرمانان راه آزادی ایران حاضر شوید و همبستگی خود را با خانواده‌های آنان نشان دهید. در آستانه سال نو ما با فرزندان دلاور ایران پیمانی دوباره می‌بندیم. پیمان برای بازپسگیری ایران، پیمان برای سربلندی میهن و پیمان برای ساختن آینده‌ای آزاد، آباد و شکوهمند. پاینده